زمین و پادشاهان آن بر ضد یگان قدوس بنی اسرائیل متحد خواهد شد، زیرا او به نجات اهل عالم بشارت می‌دهد. آن شب در اثنایی که عیسی با حواریون خود بر سفره شام نشسته بودند، به ناگاه مریم خواهر لعازر وارد شد، در حالی که شیشه‌ای حاوی عطری گرانبها را با خود آورده بود. این چه کاری بود که کردی دیوانه؟ چه میگویی؟ حیا کن از خریوتی. من تو این فکر بودم که با پول این عطر میشد شکم 30 نفر فقیر گرسنه رو سیر. همین. بفهم داری در محضر چه کسی حرف میزنی؟ ای یهودا، من از آنچه به دل داری آگاهم. کمی بیش از آنچه صبر کردی صبور باش، پس همه را به تو وامیگذارم. بیا به همه جمعن، چقدر موجب مسرته. عالی جنابان، آوردمش. بیا جلو. معرفی میکنم، عالی جاه یهودا، فرزند شمعون از خریوتی، ملقب به کفتار، در محضر شماست. پول میخواد. 3 سکه نقره چطور؟ شب عید فسح آن سال برای شاگردان عیسی حال و هوایی دیگر داشت. مقدر بود که آن شب عیسی آخرین شام عید را با حواریونش بخورد و سپس امپراتور در را باز کنید. رومی ها؟ اشتغار قایم شدید. در را باز کنید. باز کنید. در را باز کنید. در را باز کن بیارزه. مگه به تو ببودم کثافت.
علاج این خبیث نوک تازیانه میرغضب‌های رومیه. یهودی ها کاهن های شریعت شما تو رو نزد من فرستادن تا فرمان قتلت رو صادر کنم. لابد میدونستن که این کار برای من بسیار ساده است. نمیتونم تو رو در اختیارشون بگذارم تا به صلیبت بکشن. حرف زدنم یادت رفته ها؟ من نمیخوام گناه کشتن تو به گردن من بیفته. میدونی چرا؟ چرا حرف نمیزنی؟ راضی هستی کشته بشی؟ به صلیبت بکشن؟ آره؟ حرف بزن. تمام بدنش سیاه و کبود شده قربان. شاید با دیدن جسم در هم شکستش دل سختشون نرم بشه و از ریختن خونش صرف نظر کنن. ای پروردگار من، نیک میدانم که فریسیان بغض مرا در دل دارند و کاهنان بر قتل من مصممند. من بنده توام، به رحمتت دعاهای بنده‌ات را بشنو و مرا از دامهای ایشان برهان، زیرا تویی رهاننده من. ای عیسی، بنی اسرائیل مکر ورزیدند و خدایت نیز مکر می‌ورزد. پس خدا بهترین مکر کنندگان است. اینک پروردگار تو می‌فرماید: ای فرزند مریم، همانا امشب تو را از این آدم باز می‌گیرم و به سوی خود بالا می‌برم و ساحت تو را از آنان که به تعالیم تو کفر ورزیدند پاک می‌کنم و آنان را که از بشارت تو پیروی کردند تا روز قیامت بر آنان که کافر شدند برتری می‌دهم. سپس بازگشت شما به سوی من است. پس در آن روز میان شما در آنچه اختلاف می‌کردید حکم خواهم کرد. هنگام رفعت توست یا روح الله. لبیک یا جبرائیل.